سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین عزیز و یک سلام ویژه به عزیزان کتابخون، به اونهایی که هنوز کلمات براشون مقدسه و بوی کاغذ و بوی کتاب هنوز یه حس خوب بهشون میده. خب ما امروز اومدیم اینجا در قلب نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، اما با یک نگاه متفاوت اومدیم که به خیلی از عزیزان مخاطب این نکته رو یادآوری کنیم که خیلی وقتا میتونه یک کلمه، یک جمله، یک جلد کتاب و حتی یک محتوای کتاب مسیر آدم‌ها رو عوض کنه. جایی که توی نمایشگاه بین المللی کتاب به نظرم میتونه یک جای پیشرفتی باشه برای کسایی که مسیر تجارت رو میخوان شروع کنن. یک آغاز با شکوه اینجا، چون خیلی وقتا با یک کتاب میتونه نقطه آغاز یک اتفاق مبارک باشه. بریم ببینیم امروز چه عاید ما خواهد شد و سر بزنیم به غرفه‌ها و کتاب‌های جدیدی رو که تو حوزه تجارت، صادرات و کارآفرینی هست رو سعی می‌کنیم تو این بازه زمانی برای شما عزیزان معرفی کنیم. همراه ما باشید. اینجا فقط کتاب نمیفروشن، اینجا انگیزه میدن، اینجا شاید نقطه شروع یک اتفاق بزرگ باشه. شاید تو دل همین غرفه ها و بین همین کتاب ها مسیر آینده خیلی ها روشن بشه. بعضی از این کتاب ها اندازه یک مشاور میلیاردی برای آدم میارزه. شاید یه وقتایی با پول یه وعده غذا شما مسیر زندگیت رو برای سالهای سال با یک جلد کتاب فقط شروع کنید. بعضی‌ها تو آینه به خودشون نگاه میکنند و خیلی‌ها هم با نگاه کردن به آینه جرأت پیدا میکنن. مثل قصه تجارت، خیلی‌ها توی آینه به خودشون نگاه کردن، نهیب زدن، حرف زدن و آخرش جدا شدن از این آینه و مسیر دیگری رو پیش رفتن. مثلا کتاب داریم، شخصی میگه من بیزینسمو تازه میخوام شروع کنم، نیاز به چیزی دارم که مسیر رو بهم نشون بده، چگونه کسب و کار خود رو ساخت. مثلا یه مدیر میاد میگه من یه کتاب میخوام که مثلا توی مدیریت هم کمکم کنه، ما هنر رهبری رو بهش معرفی کنیم. شخصی میاد میگه من تو زمینه فروش میخوام، فن متقاطعی مشتری میخوام، ما میاد تاثیر رو معرفی میکنیم. تو هر حوزه ما یک کتاب رو بپوشیم. شما یه 0 و 100 دارید دیگه دقیقاً. بله 100%. یکی از کتاب‌های خوبی که توی این غرفه هست کتاب کفشبازه، خاطرات بنیانگذار نایک. با $2000 شروع کرد و یک عالمه رؤیا و این کتاب به نظرم یک کتاب داستان یا خاطرات واقعا نیست، یک کتابیه برای برندسازی، برای کسایی که تو اول مسیرن و میخوان یک اتفاقی رو رقم بزنن. این کتاب هم میتونه کتاب بسیار مفیدی براشون باشه. اینجا غرفه های خارجی که میبینید تو نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. به بعضیا میگی بیا تجارت رو شروع کن، میگم من سرمایه ندارم. یه وقتایی میبینید تجارت با یه جلد کتابه. عمانی ها با واژه آمدن و به نظرم ما هم میتونیم که با کالاهای کوچیکمون به حوزه خلیج همیشگی فارسمون یه اتفاق بزرگ رو رقم بزنیم. کشورهای همسایه ما در خلیج فارس مشتاق کالاها و محصولات ایرانی ما هستن. همونطوری که اونها اومدن و اینجا دارن کتاب میفروشن، یعنی معلومه که مسیر بازه و شما هم میتونید حرکت کنید. جا داره همینجا در قلب نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 3 کتاب رو هم برای شما عزیزان مخاطبین و آرادی های عزیز با راه روشنی که در پیش گرفتید معرفی کنم.
یکی از کتاب‌ها که نویسنده استاد تالیای عزیز ما هست کتاب پول تو در جیب منه. به کتابی که به نظرم میتونه خیلی کمکتون کنه، یه راه ساده دقیق برای کسایی که توی مسیر تجارت میخوان قدم بردارن. و دو کتاب دیگه هم که یکیش کتاب تجارت در قرآن و یکی هم تجارت در روایات هست، به صلاح نویسندش هم استاد وحید عزیزه که میتونه این هم یک نگاهی تازه به آیات و روایات معصومین علیهم السلام در با محوریت تجارت داشته باشه. ممنون از نگاهتون و انشالله که به زودی شما رو در مسیرهای پر رشد و پر روزی ببینید. یا علی مدد، خدا نگهدار.